سلام و درود فراوان. بالاخره روز موعود فرا رسید و میخوام ماشین جدید بخرم. اینکه چه ماشینی پیدا میکنم، چه چیزی آخر قسمتم میشه، آیا اصلا میتونم ماشین بخرم؟ تو ویدیو وقتی آپلود میشه تامنیل زدم، تایتل زدم، هم اینا، یعنی ماشینو خریدم دیگه. ولی توی یوتیوب فارسی تمام کسایی که بخوام ماشین بخرن، کارشناسی ببرن، پیش کی میبرن؟ فقط عبادی. عبادی باید با کی بری؟ الان میریم دنبال سهیل سلوا تا ببینیم به عنوان کارشناس، به عنوان کسی که ماشین سر در میاره و همه اطلاعاتو داره و تازه ماشین خرید و ببینیم میتونه برای من ماشین پیدا بکنه. با همدیگه دست به دست همدیگه بدیم ببینیم چه ماشینی گیرمون میاد. خدا کنه پیدا کنیم، چون ماشین همینجوری داره روز به روز میره بالاتر. برو بریم. جانم بله جونم ماما. جیگر رو بده فقط عبادی. جیگر رو بده فقط عبادی. من یه لکه زیر قاسم. چطوری حاجی؟ بالاخره ماشین میگیرم میگیرم. بالاخره ماشین رو فروختم. میخوام ماشین بخرم. این همه میگفتی 207 و بفروش ماشین بخر. چجوری ماشین همین رو فروختی تو؟ نه هفته پیش فروختم. هفته خاک داداش آخه خب نه همون موقع قیمتا رو من نگاه کردم، پولم میرسه بگیرم. آخه چی تو یه هفته ماشین نمیخه؟ تو یه هفته از ماشین نخریدی؟ نه من پیدات نمیکردم. یه لحظه الو جون دلم. قیمتا رو یا جانم اوکی بده با زمین تهران ببین الان ماشین یه لحظه بالا یا آمار قیمت دارم. جانم آقا با زمین تهران چنج کن. زمین نمیخوام. خدا بسم مال تو نیستی، مال آقای دیگه است. آقا من الان ماشین رو دادم رفته. ماشین من سراغ کی برم؟ سراغ تو نه یا برای ماشین سراغ کی باید برم؟ چرا سی جی شدی؟ اما کدوم احمقی یک هفته بدون ماشین میمونه؟ تو از هفته پیش میدونی چقدر اومده؟ چقدر فروختی 200 هفته تو؟ 900 الان شده 100. چی میخوای؟ من یک میو ماشین در حد 1 تومن 100 تومن بیشتر ندارم. چیزی 1 تومن میخواسته شده 1200. تو ببین به عنوان یه اصول الان ماشینم خراب، به عنوان کارشناس عبادی، چون میدونی فقط عبادی اصلا من سراغ تو اومدم فقط به خاطر عبادی و بلدی. اول باید ماشین رو پیدا کنی بعد بدی بره. خب اون موقع پول نداشتم. بدی بره. الان ماشین رفته روش، من ندارم بگیرم. معلومه پشمام گردم من داداش من اگه کم آوردم چقدر معنوی ارزش داره. آقا راهکار من اصولی دارم. الان چیکار دیده باشی ویدیو من سراغ تو اومدم واسه چی؟ من دارم از تو کمک میگیرم. خب بگو من یه اصولی دارم. خب اگه میخوای من بخرم باید بریم اصول من رعایت کنیم. بریم تو ماشین اصول هم بریم ببینم اصول تو چیه. چه اصولی؟ الان من اصول تو رو دوست دارم بدونم چیه که برای خرید ماشین. آدم دلالی نه آقا تو من میشه من دیگه. آره من اومدم پیش تو الان. من اصولم کمه. منو فقط شیرینی به من میدی؟ الان چیزی نخریدم. من اصولم آقا. دیدی تو اینستا دیدی میگه 30 میلیون میگیرم، من شیرینی میگیرم آقا. شیرینی بهت میدم ولی بریم بخریم یه چی بعد به شیرینی بدم. اول بریم یه جا شیرینی بگیریم، یه چی بزنیم انرژی بیاد بالا. اگه اومدیم و شیرینی بنده دادم، ماشین امروز تهیه برای بنده نکردی چی؟ آقا با من. چی با تو؟ آقا مگه من نیستم؟ چرا؟ مگه من الو جون دادم. کیه عبادی؟ صاف برو عبادی صاف. خب بگو اینو برام پیدا کنه کیه؟ قربون داشتم داداش اینا سنگین بازن جیم به قد مقایسه. منو غذا بده. گوشته؟ آره. من اگه بفهمم کجای دنیا قبل از این که چیزی رو بخرن شیرینی میدن خیلی خوب. ببین فقط چقدر شد، یعنی جمع 2 تا فاکتوری که گرفتیم به اندازه 15 نفر غذا گرفتیم. الان حلاله. خب من الان دوباره نمیتونم ماشین خودم رو بخرم 200 هفته که فروخته بودم. الان حلاله. خب حلاله که من ماشین نمیتونم بگیرم. ماچی سوسا رو نیاور. ببین من الان من انقدر جونم ببر عبادی، فقط عبادی. انقدر استرس دارم که بتونم امروز ماشین بخرم نخرم. من چیزی از گلون پایین نمیره الان. تو واسه چی ساندویچ منو خوردی؟ غذای منه اینا. همش. من داشتم صحبت میکردم. نه من رژیمم یکم یاد یه فیلم افتادم دوره لبش ساسی بود. من استرس دارم. بذار سس باز کنم. اگه امروز ماشین پیدا کردیم نکردیم واقعا دیگه هیچ صحبتی باهات ندارم. نه نکن ببخشید. اینجا که من آوردمت نزدیک جایی که میخوام بریم.
آها ماشین رو قراره اینجاها ببینیم. تو همه اصلا پرسیدی من چی میخوام بخرم؟ تو مگه بودجه ندادی به من؟ آره. جانم دادا زمین شمالو بده. سند داره. پول داره. سند نداره. زمین شمالو بده. حضور نگیریم. برو خدا نه. بخور فقط سریع بریم. من خب آقا من ببخشید به فشار آوردم ناراحت شد دوباره. ببخشید بخور. آقا من اصلا پول نمیگیرم. مگه ماشین توه؟ آقا من اصلا پول نمیگیرم. چجوری من ندارم پول بدم. حسین جعفر قمی رفیق منه. آقا حسین جعفر نگید من با بدبختی اسمو گذاشتم لاکی 2 سال 3 سال زحمت کشیدم بعد زرد برمیگردم. ببین آقا اینو اگه من بخورم حلال میشه نگاه حلاله. همه تو کامنت ها الان حلاله. جانم داداش. برو قرآن داداش بیشتر تا سرم 1 میلیارد ماشین چپ چی داری داداش؟ سالم باشه. یه زد فور داره. چپه مچلث. اصلا موتور داره؟ باید بریم درستش کنیم. فقط مچلث. آها یه دیگه آهنه پس. آره. چند میگه؟ محمود محمود که؟ شاهینه شاهین نمیخواد یا زدفورد یا آیه اکسری داره اکسری خوبه ها جی تی داره جی تی اکسری خوبه ها جی تی 86 تو رو خدا جی تی 73 داری؟ نه 86 اون قدیمیه 73 1 میلیارد 86 2 تومنه چه رنگیه؟ من اون هر یه سر میام میشه الان یه غذا بزنم میام میشه برای حسین جعفر قمی یه ماشین بذار کنار میام میبرم الان محمود چیه؟ به جان پسر خالم همین مهدی اگه دروغ بگم با سر بخوره زمین خودمون تازه وارد کردیم آقا بدبخت امیر مهدی خب من میدونم الان با سر میخوره زمین نه نمیخوره از اون موقعی که ویدیو رو شروع کردیم تا همین الان 100 میلیون رفته رو ماشینی که فروختم جان سویل من همین الان تنها جایی که میتونم گیر بیارم سویلو که با صحبت احساسی بکنم برادرانه بکنم رفاقتانه همینجاست اگر کم میارم تو دارم حرف میزنم باهات داداش حواسم هست بذار بریم قیمت رو ببینیم بذار بریم قیمت رو ببینیم با تو دیگه من پس هیچ دیارم امروز آقا بریم ببینیم چجوریه من الان آسوده باشم دیگه یعنی ماشین رو امروز خریدیم من به بابام بگم ماشین دارم اصلا نزده داداش غذای 4 نفر بود اینی که خوردی الان شیرینی تو گرفتی؟ الان حالت خوبه؟ میدم دوباره بهت شیرینی میدم سوئد اب نداره شیرینی چی میخوای میخرم برات نه این شیرینی نبود چی داداش شیرینی این الان کاریه یعنی چی کاریه داداش این میدونی برای چیه برای اینه که بریم برای حسین جعفر قمی ماشین بگیریم داداش به اندازه نصف بودجه ماشینم خوردی تا الان بعد شیرینیو میریم با برعکس بزنیم الان بریم یه چرت بزنیم خونه آقا من خودم میرم ماشین پیدا نه بش زنگ زدم محمود خب الان محمود مگه نگفتی میایم پیشه چرت چی بریم بزنیم بریم ماشین نه بریم من نوشابه‌مو بزنم الان 2 ساعت دیگه 50 میلیون اومده رو ماشینی که فروختم آقا اینا که همه رو تو خوردی نه تا لیوان نوشابه دستته نوشابه رو میریزم اینجا نگاه ببین نگاه اینجا نگاه بذار مثال بزنم اینو نگاه اینا میریزی این تو یکم توش میمونه فهمیدی دقیقاً بحث ماشین خریدنم همینه چیه دقیقاً توش نباید عجله بکنی حالا چه ربطی بشه بریم ماشین رو بگیریم حاجی داره خب الان شیرینی تو خوردی داداشی که تو باشی آره پرم نه جدی پرم شنگول سراغ محمود الان میریم سراغ نه میبرم نمایشگاه رفیقم خب میدونم نمایشگاه ولی هست یعنی داره ماشینی که درخور آقا باشه آقا تو که بیکار بودی اومدی دنبال من آقا همچی میگی درخور باشه زدفوری باید من سوار ببین دور صدو یعنی نمایشگاه داداشی اونجا نمیخوام یه چیزی اونجا تو حرف بزن خودت باشه اونجا تو حرف بزن دیگه همه تو اونجا بسپر به من اگه من هنوز درک جون عشق داداش چشای من کی راه اون داره صحبت میکنه کیه جونم مسعود عشق داداش میام شب تخته رو بچین برم عبادی بچه‌های نمایشگاه پایین بودن خب الان چی گفت؟ نمایشگاه پایین بودن بریم نمایشگاه رفیقم الان برگشت من اصلا هیچ حرفی نمیزنم تا ماشین بخری برام من دیگه همه چی رو به خودت سپردم اصلا دیگه یک اینال عمو سوری
آه سوری خود سوری، ماشین سوری. من دیگه خیالم راحت. آره همون سوری رفیقم داداشم خیلی بی‌عصابه ولی اوکی. چیزی مد نظر داری برام مثلا؟ یه ماشین اصلا خیالم راند راحت. خودت بگیری مبارکت باشه. دمت گرم ناموسن ببین اصلا میگم میشینی میریم عبادی. تا به حل دی من تا آخر اون مدیونتم اگه امروز ببندیم فقط تموم شد. تمامه. آقا بفرم. سلام. من میخواستم ماشین بخرم. اما این بلایی که سر سروش تو ویدیو قبلی آوردم بچه همونی که ببینید من روندم سوری اخراج شد از جای پیش اخراج شد چون جای جدیده میبینید دیگه داره جدی هم نباشه. من باعثش بودم چی شد از اون روز بگو؟ من گفتم این رفیقم خفن تبلیغات میتره کنی نه. ویدیو رو دید با کله دارن میرن تو عینک و عطر یارو صاحب سری هم تبلیغات رو بری جای دیگه اجرا نه ببین اونجا به درد تو نمیخوره الان راضی هستی از جای جدید اومدی؟ یه آدرس اینجوری کی بهتون داده من بو میکشم آقا من نه خیرتون رو میخوام نه پولتون رو میخوام قیمت رو تو فقط نشون دست پر بریم یه کاری میکنم جان باز میکنم در رو خب بگم من هیچی داداش. جونم عبادی جان فقط عبادی خدا سوری بیارم شما رو یه توضیح میدیم ببین یه چی میخوام در خور من باشه دیگه پایین این نه هیچی نمیدونم آها برو توش نگاه کن آها یعنی من اینقدر اصلا از شما یه رسم ببخش تو هم میدونی من که شما ما خودمون هم من نه میکنی نه من موقع دلیل آوردمش اینجا نگاه این جیب نداره خب اون سری هم شیشه رو ببینی خب این خیلی از سری هفته خوشگل‌تره قبول داری؟ چی رو داری تست میکنی؟ یه لواشک بده چرمش اصلا بو لواشک چیه؟ اینو فقط رنگ نداشته باشه دیگه اینو بگیر ببس این مال خود آلمانه صد دیگه ببس این چیا داره توش به ما بگو یکم از آپشناش میخوام همه چی رو دریوری بگم سوری گفتم در تعویض نیار سوری گفتم در تعویض نکن گفتم میدونم عبادی هم بغله هم چیه؟ ستون بالا خورده یه رسم من بالا ببینم فهمیدی که ستون بالا خورده بیا اینجا دو لکه انقدر یه لکه بشین توش ببینم بهت میاد بشین توش ببینم بهت میاد اگه جدی پشتش خوب بودم بگو اینو برداریم بریم بشین توش ببینم بهت میاد دستو بردار چیو داری میگی؟ چقدر پول داری؟ چی؟ پرت داره میگه نه تو بشین تو قیمت رو گفتم کار ندارم. چی؟ هفت برای تو پرت داره میگه 6 و نیم برای تو 6 برای تو داره قیمت پرت بده 5 و نیم برای تو داره یکم بیار بهش پایین قید کنم میشه یکم قیمت رو بنداز خیلی پرت بده آدم سمخور اذیتش آدم نکن خوریه. بده اینو من باز اقراشیش که قطعا دارم ها ولی آدم؟ یه چیزی باید بمونه برای ماینه و کارشناسی روون نبود. آقا یه ماشین برای حسین جعفر قومی برای ما چه کن یه دونه برازنده من باشه این یکم خوشگل نمیشه آفرین نمیدونم بریم اگه بعدی. این سرم که اینجوری میکنه 4 ستونه بعد آدم میلرزه میتسوبیشیه 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 راست ولی کاپوتش حلبه داش این میتسوبیشی بود این میتسوبیشیه گفتم دیگه میتسوبیشی بو ژاپن میده این حاجی آقا سروش این من به چیه تو من گفتم نگفتم در خورد سوری من به تو گفتم ما امروز پول داریم میایم میشه تو گفتم برای داش، حسین تو جعفر قومی من ماشین میخوام چرا به من یه زنگ چیز زد گفت سری 7 میخوام نداشت سری هفت تو مگه با من آره من نگیدی خیالم اصلا تو تو راحت. بشین ببین بو سیگار میده مرد ببین همش این شولته حاجی بخو چی؟ میتسوبیشی میتسوبیشی عوض شده شولت دیدی میاد داخل عوض میشه کار حاجی دستیش اصلا چیزه این منجنه این مترو میگیری دست بزن اوه نچیش داداش داشت خوردم به 428 سری 8 تو به معنی همکار تو میگه جانم عبادیه جونم. برعکس گرفتی عبادیو جونم عشقم
امروز نره عبادی بسته است. امروز عبادی بسته است. عبادی بسته است. عبادی فقط برای عبادی فقط. حسین داداش مدارکش هم تکمیل. ببندم یا نه همکاری میخوام ببندم باش. حسین یه لحظه حسین. چپی. امین آباد ما 2 تا مریض روانی داریم. آقا پوری. این چند؟ آقا چی بهت بگم؟ این چند؟ مثلا به داره این نمیخوره. چند آقا به تو چند؟ آقا یه چیز آقا 5 برا تو بر ببر. پره این ماشین به سروین سفیدش نه واقعا سوری خوراک من اصلا خودت. برای همین گفتم گل میخوام بنده میگم. بعد اصلا بگی گلا ماشین بگی رو خلاص. دقیقا مثل حسین که شکست عشقی خورده. من عشق تو چه آقا این ماشین برای حسین این خودش جعفر آقا فامیلی منو نگو. عالیه بیا اینجا داداش اینجا من خیلی هستم. یه لحظه ببینم صدفی سوری چی داره میگه؟ میشه من یه کاری با این بکنم توی سایت دیگه پخش نه حاجی تو دوزیو اینجا رو نگاه. ببین این پاره شده این که هیچ این سیگاری این اصلا هیچ تو دوزیو ببین حاجی حاجی مبارک داداش. حاجی مبارک میتونم مبارک باشه جدی بگم؟ این خیلی نشسته روم حاجی چه یعنی من نشستم کیلو بچو بگی داداش حاجی گلفه این گلفه سوری خیلی خوش دسته جون من گلفه تو رو قرآن گلفه ببین من به این سپردم ما اصلا آقا بگیری داداش من پرم دارم حالا که به من سپردی دور سرت بگردم این ماشین خیلی ماشین جانم جونم اینو قیمتش یه لحظه جانم داداش این اتومبیل جونم دور سرت بگردم آره سری 8 رو بده با عبادی دیگه داره رابطه عاطفی سری 8 برقرار رو میکنه ببین سری 8 عبادی تعطیل امروز متاسفانه انقدر سری 8 رو بده 6 بگیر عبادی حاجی فقط عبادی ببین من عبادی پوره. کارشناسی فقط عبادی میخوام داداش مگه منو نمی‌بینی قیمتش رو باید صحبت ببین من بشینم کارشناسی با تو بشینم. ببین عالیه بخرم همین اوکیه فقط قیمتش رو صحبت داداش ما بیا اینجا ما پر اومدیم یه بگو، یه میلیارد چند. بودجه داریم آره 1 تومن دارم 1 تومن میتره رو میبینی؟ نقده ها نه لحظه کارت تو کارت گوشی همراه که نت داری باز سوری یه چی بدم؟ میلیارد بودجه بزن داره. چی بزنم؟ ایران خودرو داتایار ثبت کویک بکنم بتونی ماشین بگیری ایران خودرو که اگه مال اسم سایپا بود، سایپا احمد. یا کویک نه ما برای تماشا پیش کی شما بود؟ نه برای شمایی که داداش شولتو میگی میتسوبیشی بری تو ایران خودرو دنبال داداش، کویک یه بگیر سال خیلی یه منطقی. میلیارد من بودجه دارم 1 میلیارد سوری قبلا 1 میلیارد خیلی پول بود خونه میخریدن با 1 سوری میلیارد نمیتونم اینو بگیرم با آقا این چنده این چند جدی چند 3.5 برای شما خیلی حاجی یعنی 2.5 نداری مگه تو بین تو داری آره. بده دیگه این میلیارد آقا ببندیم همینو 1 تومن میدیم 8 ساله قسط مای 10 تومن هشت سال. تو بالاتر آقا جدی با 1 تومن میتونیم اینو بگیریم یا نه با یه تومن آقا گرفت نمیدم دیگه آقا بیا بریم اینجا من اگه پیش تو اومدم اگه پیش تو اومدم آقا من ماشین نخریدم منصور چیکار 1 میلیارد داداش از اول با هم میرفتیم پیش اون پیش کی پیش اون پیش کی من میبرم یه جا واسه حسین جعفر قومی ماشین میخرم الان یه زنگ میزنم سلطان خاورمیانه کی آقا تو چیکار داری؟ بابا شب شد ماشین نخریدم من چی داداش این چی شد دوباره؟ چی شدی تو اخراجت کردم برو ما کار داداش منم ببر داشت برای من ماشین نمیخره اه. بابا یه دونه ماشین برای من پیدا تو حتما نتونستم بیا من با تو کار بره دارم. من بیا، خودم بیا. منو میکنم من حسین جعفر قومی خب داداش تو الان سهیل شیرینیت میخوام هر کارت دارم آقا تو برگشتی به من گفتی الان میخوام بریم پیش سلطان قبلیو گفتی میریم پیش بیا جلو، محمد بیا جلو. گفتی تغییر رضا اصغر ببین داداش یه چیت بگم شیرینی خوردی ماشین یه دقیقه نگرفتی خفه شو ببین این کاری که میخوام بکنم ریسک خار مادره من تو زندگی این کارو نکردم چی کار میخوای بکنی الان حاجی آخرین گزینم ریسک خیلی ریسکه من دیدم به چشم چیکار کی عموم
عمود که گفتی دلاله؟ حاجی عموم بد دلاله. ببین نگاه بد دلاله. بگو بد دلاله. تو تعریفایی که از عمود کرده بودی گفتی یه حاجی تیکه ببین آهن من میگم اومد دم در همینجا دم در خونم خب دیدم یه تیکه توپ فوتبال آهنیه. این تو فوتبال بود آهنی. گفتم این چیه؟ گفتم این چیه؟ گفت 405 دیگه. یه بار دیگه اومد گفتم این چیه؟ گفت بنزه. یه بار دیگه اومدم این چیه؟ گفت 206. خب الان تو به من میگی من از ایشون برم ماشین نه اما ماشینای چپی که له شده رو درست میکنه، یعنی انو میفروشه ولی خوب بفروشه. الان من برم ماشین چپی از عمود میگم شاید باورت نشه یه تیکه انقدی. گفتم این چیه؟ گفت بنزه. همینو کرد دیدم واقعا بنز بود. ولی الان از این داداش من میخوام ماشین بگیرم سوار شم خیال راحت داشته. هر 3 ماه یه بار نیست چون انقدر میفروشه. بعد میان دم در خونه و میگن این چیه؟ اون فروختی. عمو میره گرجستان بعد آب از آسیاب میاد ولی خوب میفروشه دیگه. مطمئنی بریم اونجا؟ داری میگی گزینه آخر بریم حداقل یه دونه شاید بیرنگی چیزی یه چی داشته باشه در بیرنگه ولی چپیه. بیرنگه ولی چجوری؟ چپیه. ببین اینی که داری میگی چجوری میشه؟ ببین الان ماشین تو من چند دارم کنه میگم چجوری بیرنگی مطمئنی بریم شموم. بریم دل حالا یه چی گیرمون میاد دیگه. کاش نمیخریم ازش. حسین جعفر قمی مطمئن نمیخوام بریم شموم. بریم شموم. از دم خونتون شروع کردیم. منو بردی اون کله تهران، شیرینی هم من گرفتی. بعد رفتیم نمایشگاه. میخوای از عموی من بخری که این همه تهران و منو گردوندی 6 ساعته داریم ویدیو میگیریم. منو باش خواستم بگم از عموم بخری که خب از اول میگفتی سراغ عمو داش میام. من گفتم بذارم گزینه آخر عمو. بعد خب تو داری عمو رو میگی عموی من تک نه عموی من تک ماشین میاره، یعنی ماشین تک میاره. از کجا معلوم ماشین داشته؟ الان یه دونه ماشین داره بریلیانسه، قیمتش هم دقیق همونی که میخوای. بریلیانس میخوای یا نه؟ تو که اصلا مهم من مهم نیست یه چی باشه به بودجم بخوره. بیا اینجا در پارکینگ اون تو پارکینگ زندگی. چقدر ایزی پارکینگتون؟ اونجا بذار من فقط صحبت کنم عمو توئه دیگه. فقط سهیل ببین حله تا داری میگی نگاه کن چقدر ماشین من میخوام نگاه کن ماشینو بابا رو دست سال رموی من تو تهران. عمو قبل همه چی سلام. خوب عشق منش جان من سهیل به زنگ زده بود هماهنگ کرده. چند درصد می‌خواستی؟ هیچی. آنکل سلوا هستن. عموی من نگاه گفتی داره داشت چیزا نگاه میکنه ماشین از قبل. عموی من هر لحظه ماشین تمیز میکنه. عمو جان شما ماشینایی که فروختی چی بوده تا الان؟ عمو ماشینا رو فروخته. حرف نمیزنه چی نمیگه اصلا فقط میفروشه. عمو جان این چند؟ این چند داده سوپرمارکت. آقا برو وام شو به تو چه ربطی دارم با همون دارم. اما اینو واسه رفیق من بذار کنار. هر چند دیگه تمیز ماشین فروشی نیست. خب عمو مگه این ماشین شما تو کار ماشینی؟ این ماشین هم یعنی من هر 200 ساعت هست. نه اینجوری نمیفروشه سر. نه من چیکار کنم الان؟ اینو فروختم. 200 فروختم. چند میرسم؟ چند؟ پلاستیکا رو نکنده. اگه پلاستیک روشه من اینو میخوام. خدا 207 فروختی دیگه. من راست میگم اون نمیخوام. 207 نمیخواد. آقا بریلیانس میخواد. عمو جان این چنده؟ این چه تمیزه؟ اینم 99 50 تا کاره 55 تا 50. این از اونا نیستش. اونی که باش این از این چپیا نیست که. الان ماشین بیرنگه این. بیرنگ به شرط بیرنگ سهیل کارشناسی فقط عبادی میبره. من الان عمو دارم. حالا که چون عموم غیر عبادی یه دقیقه بیا اینجا. عمو الان دارم میگه خیالت راحت ماشین بیرنگه ولی تو چیزی که به من قیمت گفتی برسن به قیمت. خب عمو اینو چه قیمت گرفتی؟ چه قیمت میخوای بدی؟ من مطمئنم تو هماهنگ کردی به جان امیر مهدی به قرآن به امیر مهدی با مخ بخوره زمین اگه من دروغ بگم. عمو جان این چند تاش برای حسین آشنا فکر کنم برای سهیل خودت خرید. برادرزادت بزرگی هر چند بگیم هستی با هم دور زدی دیدین چجوریه؟ نه خب اون کاراشو میکنیم. قیمت من الان مهمترین چیز قیمت آقا پس ما بریم یه دور با این بزنیم. بریم یه دور بزنیم. من برم میشه دیگه برادرزادت من کارت ملی نه دیگه همینجا تمامش کنه اگه اما اینجا نمیشه دور زدن. چی که یکم برای دور زدن نهایت ببینیم چی میگی. قیمتش هم برای شما میشه 1,430. خیلی خوب داره میگه حسین. چه جوری قیمت داری میری من حسابی خودت یه سوری هم بکن روش. راحت 130 میره جیب سهیل. حسین ما یه دور با این بزنیم ببینیم چطوره. یه چیزی من چون داداش الان اینو برداشتم. چی میخوای؟ ببین ماشین که نرمه. من فقط یه چیزی آره الان برو خیلی تست برام درایو عجیبه. کن چی؟ الان میریم میچرخیم.
من تا بیایم بالا رفتم تمام مشخصات که آره. عمو گفت. آره من آگهی ها رو دیدم قیمتش 1500 1450 اینا سال تند میگه یعنی عمو نمیدونم. بلش لیست فعلا برو تست درایوش برو. ببین ماشین مانیتور که داره. خوبیش اینه که فهمیدم یه 1650 یعنی موتورش قوی تر از ماشین قبلیه. آره. ماشین اتوماته. آجا اینو کرده 57 تا کار عمو گفت 55 تا. آره. 1000 تا از عمو کم میکنم. فلاشر داره احمق. هراید هم فلاشر داره. میدونم ولی این خاصه فلاشر. همشون فلاشر دارن. قانون برو. این خاجه خیلی یه گاز بده بهش. وایسا. یه گاز بده بهش. اوه آروم برو حیوانات و حیوانات. اینجا صدا رو عالیه. حواسش هست کمربند نمیبندم میگه شیشه رو بده بالا. بوسمن کمربند. شیشه رو بده بالا. حسین شیشه‌اش هم میره بالا. این که از عموی من داره یه ماشین میخره شیشه‌اش میره بالا خیلی احمق. داداش اینجوری میگی من 4 ستون بدنم الان میلرزه. داداش عموی من در روی ماشین تمیز میاره. خب اصلا کار عموی من ماشین نی. بابا عمو دکتره. عمو دکتره بعد ماشین الان گذاشته. نمیدونم دقیقاً. اما رفته تو پارکینگ داشت ماشین تمیز می‌کرد. نه معلومه میخواد. نمیدونم دقیق چه دکتریه ولی دکترا داره. یه دکتری هست جدیدن دکتری ببین من الان نه عموت برام مهمه نه تو برام مهمه. تو برام مهمی داداشم یا ولی ماشینه فقط میمونه قیمتش. من خیلی راضی ام. قیمتش با من دیگه. بعد یه چیزی بگم این تنها ماشینیه که نمیخواد حروم جایی هم باهاش داشتی حروم می‌کردی ماشینو داداش. یعنی چی؟ یعنی بی تربیت نباش. تنها ماشینه که نمیخواد ببریم عبادی. اصلا کارشناسی نمیخواد. خب ای داداش عمو فقط عمو آقا به من اعتماد داری یا نه؟ تو اعتماد یه لحظه وایسا. 100 ساله به ماشین. خیلی راضی. حالت خوبه تو ماشین؟ خیلی راضیم. کیلومتر نگاه کن. اتومات نرم کیلومتر دکمه موتور قوی تر 1650 از اون موتور قبلیه. برلیانس ماشین. برلیانس. اما اینو ببین برای چی بگم اینو نمیفروخم و من باهاش صحبت کردم حسین. فقط خیلی باید بچلونیم حاج عمو. تو چقدر میخوای بیافته؟ یک و 400 خوبه؟ خیلیه. خیلیه. آره. دیگه 1350 زیر حسین. 1350 نمیده آخه. آقا عمومه دیگه من بهش یه بار بگم میده. مطمئن باشین. یه گاز ببین بده. من الان حقیقتا خب. ماشین رو کارکردش 57 تا کار کرده واسه اصلا دست از یعنی کار تو کردشو. اصلا کار کردشو دست نمیده. اصلا عموی من اینجوری نیست. عموی من چیز یا دیگه چپی یا ساله. کار کرده اینا نیست. اصلا فقط یا بدنه. چپی میاره یا ساله. اصلا عموی من یعنی ماشین سال 10 تا کار کرده. اصلا عموی من چطور بود؟ خدا وکیلی خیلی نرم. آه جدی عموی من دروغ نمیگه. وقتی ببین اینو بزن یه بو کنم. این چپی نیست. اینو گوش کن. آقا نه اصلا چپی بودنش مهم. الان تو بگو چپی. سوی تونده. چند؟ 400 تونده. اما رفیقی که ماجرا شما یه سوال این آخرش تش اصلا فکر کنم برای سهیله دیگه چیزی نه نفهمم. فکر نکن یکم بگو آها، داشت عمومه تهشو بگو ته دیگه کف دیگه نمیتونی. ببین برای بگو با موبایل اینجا حسین نوشته. جعفر قمی چند تش 430 گفتم 10 هم نده 400. عمو خیلی عشق دادی. من میرم تو انقدر ببین انباری من عمومو میشناسم انقدر تخفیف نمیده حسینو بگی بریم سهیل رو 1 میلیارد و 400 اصلا 30 میلیون ماشین 10 میلیون تخفیف داد. اون ماشین من به خاطر سهیل دادم. قربونت ماشین بشم زیر آقا پا قربونت می‌خوره. بشم. فدات شم دیدم ببین خدای کاری ندارم ماشین خیلی تمیز بود خیلی بی صدا. آقا اما 1350 تش مبارک خیلی پایین. 1350 مبارک 350. پسر خوبیه من گلم. پسر خوبیه واقعا پسر حسین نجات آقا فامیلی منو نگو. واقعا پسر من کسی نیست اصلا این ماشین به خدا من برگشتم. بریم وکالت اما 350 چا فردا دیگه بسته است دیگه الان همه چی که بسته است. ولی من ماشین رو باید می‌بندم. این ماشین مال من. خیالم راحت. آقا مبارکه تمام حسین فقط گوشی من اصلا دیگه تو کاری نشد من بعد اینجا که میرم بالاخره یه خودم مدت می‌دونم. فروختیم میگم من اصلا دیگه کاری باتون ندارم اما جان مرسی مبارکت باش مبارکه و بالاخره امروز رفتیم ماشین رو تحویل گرفتیم و کارهای اداری و ثبت و فلان و این داستاناش هم انجام دادیم. خدا رو شکر ماشینم من فکر نکنید اعتماد کردم و البته اعتماد دارم هم به سهیل هم عمو عزیزش ولی اونجوری که سهیل تعریف کرده بود یه کوچولو چون استرسشو داشتم ماشین رو بردم کارشناسی عبادی همه کاراشو انجام دادیم. ماشین بیرنگ مدل 99 1650 و
الان اومدم که یه تشکر خیلی خیلی ویژه بکنم از شماها که هم از ویدیوها هم از استریم حمایت کردین و باعث شدین که من بتونم این ماشین رو بخرم. دم همتون گرم. یعنی تمیزی ماشین واقعا بدون خال خیلی راضیم، خیلی دوست دارم، خیلی 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 ماشین نرم و خفنیه و خیلی خوشحالم. دم همتون گرم، خیلی خیلی دوستتون دارم. اگر دوست دارید که این ماشینم مثل 207 یه کوچولو بزک بازی و اسپورت و این داستانا انجام بدم توی کامنت ها بگین. ببین خیلی ماشین سوبره، یعنی شیشه دودی باید حتما بندازم. من چون هم ماشین بعضی موقع به عنوان خونه استفاده میکنم، یعنی برای غذا خوردن و استراحت و اینا ها، و شیشه دودی باید بکنیم ماشین رو، چراغای پشتش عوض کنیم، چراغاشو عوض کنیم، کاپرینگ نداره، کاپرینگ براش کلا کارهای اسپورت باید براشون انجام بدم. دم همتون گرم، خیلی خیلی دوستتون دارم. مراقبت بکنید از خودتون. فعلا